سوره مطففین جزء 30 آیه 7 تا 34. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كلا إن كتاب الفجار لفی سجین. هرگز چنین نیست که کافران پنداشته‌اند، حقا که نامه اعمال بدکاران در سجین است. و ما ادراک ما سجین. و تو چه دانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم. کتابی است که اعمال بدکاران در آن نوشته شده است. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الذين يكذبون بيوم الدين. آنان که روز جزا را انکار و تکذیب می کنند. و ما يكذب به الا كل معتد اثیم. و جز ستمکاران گنهکار کسی آن روز را تکذیب نمی کند. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. چون آیات ما بر آنها تلاوت شود گوید این افسانه های گذشتگان است. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. هرگز چنین نیست که آنها گمان می کنند، بلکه به سبب آنچه کرده اند بر دلهایشان زنگار بسته است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. هرگز چنین نیست که آنها می پندارند، بیگمان آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان یقینا محجوب و محرومند. ثم انهم لصال الجحیم. سپس بعد از حساب مسلما وارد دوزخ می شوند. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. آنگاه به آنها گفته می شود این آتش همان چیزی است که آن را تکذیب می کردید. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. هرگز چنین نیست که آنها می پندارند، بیگمان نامه اعمال نیکوکاران در علیین است. و ما ادراک ما علیون. و تو چه دانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم. کتابی است که اعمال نیکوکاران در آن نوشته شده است. یشهده المقربون. که مقربان درگاه الهی بر آن حاضر شوند و گواهی دهند. ان الابرار لفی نعیم. همانا نیکوکاران در نعمتهای بهشت هستند. علی الارائک ینظرون. بر تختها تکیه زده و می نگرند. تعرف فی وجوههم نضرة النعیم. خرمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان می‌بینی و می‌شناسی. یسقون من رحیق مختوم.
آنها از شراب ناب مهر شده نوشانده و سیراب میشوند. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این شراب و نعمتهای دیگر بهشت مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گیرند. و مزاجه من تسنیم، و آمیزه اش از تسنیم است. عینا یشرب بها المقربون، همان چشمی که مقربان درگاه الهی از آن می نوشند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. همانا کسانی که جرم و گناه کردند پیوسته در دنیا بر کسانی که ایمان آورده بودند میخندیدند. وإذا مروا بهم يتغامزون، و هرگاه مؤمنان از کنارشان میگذشتند با چشم و ابرو به هم اشاره میکردند. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، و چون به سوی خانواده خود باز میگشتند شادمان و خندان باز میگشتند. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، و هنگامی که مؤمنان را میدیدند میگفتند بیگمان اینها گمراهانند. وما أرسلوا عليهم حافظين، در حالی که آنان برای مراقبت و نگهبانی بر مؤمنان فرستاده نشده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، پس امروز کسانی که ایمان آورده اند به کافران میخندند.